آقا فربود یه چایی بهت بدم؟ اینم از وضعیت آقا فربود. سلام بچه‌ها، امروز فربود رفیق قدیمی من بعد 2 سال قراره بیاد پیش ما کلینیک ما. دعوتش کردیم کار فشیال پوستش رو انجام بدیم و اینکه از اونجایی که خیلی فربود شوخی‌های بد و خرکی میکنه تصمیم گرفتیم که با بچه‌ها یه شوخی خیلی بد باش بکنیم و اینکه حتما منتظر ویدیو باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چه خبر؟ سلامتی باشید. حالا چه باشه؟ آره چیزی نداره پیش بچه‌ها واسه ویدیو میگیره. خسته چرا بیحالی؟ اون نازم جنازه. چرا؟ آجی غذام داری؟ آره عزیزم چرا نداری؟ چرا؟ فکر کنم گرما خورده داشت این شکلی شده. خب آقا فربود یه چایی بهت بدم؟ استثنایی که تا حالا نخورده باشی. چه چایی بخوره؟ یه بلایی سرش بیاری؟ رو میندازیم توش. پودرش کن پودرش کن. باقاش کن پودرش کن. حتی گفت همین حل میشه تو. اوکی. مرسی دستگاه چینی خریدی؟ نه داداش این چه حرفیه؟ کجاییه؟ آلمان. قشنگ این چیزی شده. بری بخون. چای بردم اگه نفهمه هل دارچینه هل دارچینه یه بستش اضافه است رو یه جعبه گرفتیم عمل خفه کن اشتی بلکه داداش هل دارچینه اینو سفارشی دادم نه شو هل دارچینه من هل حساسیت دارم تو میخورم خب بچه هم هیچی برای داریم من نم عاشق اینم نه میخوام بگم حالا یه ذره گرما خورده یه ذره گرما خورده این من که بساط کمین باشه فکر کنم سه یه گاز زدی دوباره بداشتی سرش کم ما رو زیاد داره حالا اینو بزنم توش دیگه جایزه نمیدید چایی بزنم خسته بیدر امروز ویدیو داشتی؟ آره ویدیو اینستاگرام فانه پس برام میکنم میشه گرفت میتونم بگیم اینجا با بچه ها؟ آره چه میتونم روزش چرا اینطوری واسه؟ باش هله است آب نیمو بیشتر نه عزیزم هله مونم یه ذره این چیزی بیشتر بزن شادش خرچی نشنوکم ببرید نه ولی باید شدش هی میگه باشی دهنت سرویس چقدر نمیداشتی؟ یه همه باید سلام بچه نمیدن چای هدرش یه این ساعت دیگه خیلی اصلیست کنه دلسا داره این تایش چیه هاجی سفید؟ داشتین حالا نخوردی داداش دارچین سفیده؟ سفید نیستش هل داشتین عزیزم این چیه؟ نه بله دکتر رو شد چی رو؟ راکت نه دکتر نیم همین کارشان درمان هسته دیدی؟ میگیری؟ آره که هم کارشان درمان اوه دستت چقدر خوب شده مثل آره یه 2 ساله ندیدن چرا دهش بگی جوش میگه انگار جوش میگه حالا چه بکنم فقط چه آموزه اینجا نده سلام کنم نه دست زن
خسته ای؟ به شدت خسته. چرا؟ سر کاره این بچه هاش میزنه دیم یعنی این سر چه نمیدونم این سر چه نمیدونم گفتم زودتر بید ببینم خیلی سر توز استراحت کن میزن استراحت کن مطمئنی؟ اینقدر خسته ای؟ نه بابا شما بخوام چه Bim bam ba ba da ba dum. اینم از وضعیت آقا فربود صفحه میداده امروز اومد کلینیک ما واسه خدمات فشیالشون ببینید ما چه صفحه‌ای داریم بهشون دستشه فربود داداش خوبی؟ خواب بودی بیدارت نکرد دکتر من رفت کاراتو انجام داد هم فشیاله هم کار جونتو انجام دادی تمام شد فربود بگفتم این چقدر خوب شد صدا چی بود؟ کاراتو خیلی خوب همین چیزی که میخواستی انجام چی رو صدا؟ چی دیگه اینم جای چیز بود جای سوزنه مزو بود اتومات تلکن میکردن؟ نه این از فرد اونجا مال روز افتتاحیه هست داشت یه ماه امام نداشتی؟ نه الان خوب دیگه نیکن رو اینا چه سر صورتنه؟ هیچی نیست یه روز برده؟ سر صورتم چرا کمده؟ فشیال کردی یا کتک هم زدی؟ تو گوه نخواه؟ مهدی اوکی داداش نیاز بود این بانداژه خفه شو مهدی چه گوهی خود از صورت من؟ داداش این بانداژه نیاز بود این بانداژ چه سر صورتم چی؟ تا یه روز باش همه چی اوکی دکترش کو؟ دکتر اومد کارش انجام داد رفت کو خورده انجام داده رفته باشه یه خودشه داداش کارش انجام داد کامل رفت داداش الان میدونی چی کار بهش الان با صورت من چی کار کردی؟ داداش همه چی اوکی ببشین اوه مهدی با چی بود تو صورت من چی دیدی با کام برات بیاد داداش بیا داداش تو من اعتماد بس بس باشه تو صورت داداش یادم نمیدونم با خوابی تو هنوز فرمود بشین آقا چی خوابم پرید بابا اصلا نمیدونم چی شد داداش بشین آجی چی کار کردی با صورتم داداش اینجای سوزن فشیال ما رو این سوزن چون بیسماله اینا چیه؟ بچه اینجا کار انجام دادن برات همینجا کار فشیال انجام دادن چی کاری بشه انجام کار دادن؟ فشیال هم اینجا انجام دادن چی کار کردی با صورتم؟ یه ساعت با بمونه رو صورتم داداش من یه ساله بیشتر بریزم یه ساله تو سوزن کردم درد فشیال که کاری نداره فقط دستگاهه این دستگاه شرف اتصالی داد میشه چی داد؟ بابا این هم حالیش نیست باش بابا نه این اومد چی کار کرد اتصالیه نه مجرد بابا بابا گل نگیر نه اوکیه نه چی شد؟ چی شد؟ هیچی راجع به دکتر مجوز داشت؟ چرا داره ولی مجوزش داره میاد همین چی اوکیه چه گوی داری میخوری بیزی؟ چه گوی خوردی؟ باز گوه میخوری وقتی کلینیک میزنی 4 تا آدم نمیدونی میگن سمته نه الان من کلاس کردم کجا درست میکنی تو بیا
فرمود بیا یه دقیقه واسه داداش کجا پول بدی یه چیزی کنی باید بگید ببین چی بده؟ کجا این خدمات داری انجام بدی بابا بگید گوه نخواد چه خدمات چیزی میگی اینجا ناموسم به باشا کار انجام دادی مرد چه کاری به انجام داشو؟ این بعدش خوب میشه این تازه بعد بروز نشون بده چه بود بابا خفه چه بروز بعد بیا پول بدی داداش بیا بهتی پول الان میخوای بگیری وقتی من خواب بودم دو خوردیم تو صورت سادم به کدوم فشیال تو زندگی دیدی فشیال؟ داشت مواد مصرف کردیم ما تو قیافه منو دیدی چشمونی شدی که بالاتون رو با کنید خوب میشه. خانم شما کجای دنیا کلینیک رفتید که ما به خاطر یه فشیال پوست مثلا مثل چابا این مثلا مثل سگ زده باشن سر صورتی کبود شده باشه من اینقدر نمام به من دست نزن ندید واقعا ازم حراس من چه گولی خودم برای چند ندیدم و چند سال بیام نمیدیدم من رفیق حالا زیاد کارت بده داشت به امام حسین برام که اسم رفاقت ما نمیدم نمیدم زنگ بزن چقدر میشه؟ داشت 10 تومن آقا بده چقدر؟ 10 میلیون 10,000 تومان داشت 10 میلیون تومان چی 10 میلیون تومان تراپی انجام دادی الکیه مگه اینجا الیدی تراپی چه بابا ما رو با بتاله شما بعد سردی از کردی سال الیدی شما تراپی خیلی اینجوری میخواد برسه به ما خفه شما داشت با بتادین رو پرامه افتادی به صورت داداش این جاشه این میره تو امشب با بری یخ بذاری قشنگ کنفرنس تو چای یخ می‌ذاری گذاشته واسه من این قد باند گذاشته اوکی بعد 10 میلیون دهن سرویس من برم تو دبی شم برم کلینیک اوکی میخواد نگاه کن نه داداش اوکی من با میلیون اونم میتونم بدم داداش دست خودم پول همه رو بدیم دشمن پول مواد مصرفش مواد مصرفی چیه یا مصرف داری فرمو داداش تو پول کجا میری پول باید بدی فرمو رفتی ریدی نمیخوام آقا رفاقت دکتر من نمیخوام باشه اینا داشتم بدم سر صورت هم کجا میری داداش گولی خدمات آقا کن شما میرسی یه دو کن شما دستا بهتی به حضرت عباس نگید تو میدون نمشی که آگی تو داداش دفاع من هیچ رو نمک ندارم همچنان رفیقی بیا آقا کنم شما رفیق بیا ما بیاییم که پول بده رو داداش به حضرت عباس ببین داداش باید پول بدی خیلی به بالا رو بچه یه تو گم شد داداش داداش شوخیه شوخی چیه؟ داداش شوخیه آقا این چه شوخی زشتیه داداش همش قشنگیه اینا همش قشنگیه کاره تو که بلده کاری چرا دوربینو ندیدی واقعا فکر نمی‌کردم تو دیگه همچه کاری بکن داداش من خواستم اسمی بیای بعد 2 سر سال صورتمون واقعا چرا نمیزه؟ داداش بتادین روژگونه است روشگونه آی با ماما چرا داری میکنی؟ آی باید دست دست آه وای نمیشه شو داداش همش با یه آب و بدون شامپو بچه پاک میشه کی گیریم کرده؟ من و دوست عزیزم دارم تو یا خوب گیریم کرده ناموسه داداش این بکن قشنگ کموده کرد گیر مرخواستی تو هستیم داداش گیر مرخواستی تو هستیم واقعا داره هر باز چه بیدی نگرفتی خب داداش بعد 2 سال داریم پیشم خاطره شد کجا میگه بزنی؟ داشت بالاخره یادگاریه دیگه بالاخره یادگاری باشه استفاده های دیگه میشه میشه کرد استفاده نمیشه کرد اینو میذارم تو کانال خودم به چشت دارم نه میذارم تو یوتیوب خودم آره داشت خب غلط کردی هم شوخی کردی مثلا نگی میگه شکایت میکنه ازت میگم اومدم اینجا ما شوخی کرده من راضی نبودم باز داره کفر این لایک نشون داده میبینی نشون بده دیگه رضایت هم گرفت هیچ کاری اصلا آدم که بچه اصلا پرام ریخت اصلا قطع باز انتظار هیچ کسی اصلا پشمان از شما دیگه انتظار هر کسی که داشت بغیر از من آره کسی اصلا که بادی هم نیستم یه دوره صورتی نداره